این دفعه اومدم یکی از قشنگترین تجربه هامو به عنوان میکاپ آرتیست باهاتون به اشتراک بذارم. مراسم عروس عزیزم تو جزیره زیبای کیش بود. منم از شب قبلش رسیدم کیش و توی همون هتلی که قرار بود عروس خانم آماده بشه اقامت داشتم. عروسمون خیلی ساده پسند بودن و میکاپی هم که میخواستن لایت بود. وقتی میخواین میکاپ آرتیستتون رو انتخاب کنین، باید سبک کاری میکاپ آرتیست رو هم در نظر بگیرین. برای مثال اگر میکاپ های عربی و غلیظ دوست دارین، باید میکاپ آرتیست رو انتخاب بکنین که سبک کاریش به سلیقه شما نزدیک‌تر باشه. و یکی از معیارهای انتخاب من به عنوان میکاپ آرتیست عروس امروز هم سبک کاریم بود. پس اگر از اکسپلور این ویدیو رو میبینید، حتما به کارهای پیج سر بزنید تا با سبک میکاپ من بیشتر آشنا بشید. طبق معمول همیشه مرحله به مرحله میکاپ رو چک کردیم تا دقیقاً نتیجه همونی بشه که عروس خانم میخواست. در نهایت نتیجه میکاپشون خیلی لایت دخترونه و فرش شد، دقیقاً همون سبکی که میخواستن. بعد از اینکه کارم تموم شد، یک گشت کوتاهی توی جزیره زدم، ساحل زیبای خلیج فارس رو دیدم و با یه تجربه قشنگ و به یاد موندنی برگشتم تهران.